سلام به توی که بازم صدای مرا گوش میکنی. من همو زن چادری دار هستم. همویی که زیر لایه های سکوتش همیشه یک طوفان داره ولی نمیمانه کسی بفهمه. امشب میخوایم یک چیزی بگویم که شاید خیلی ها در دلشان تجربهش کرده باشن ولی جرأت نکردن به زبان بیارن. من یک مدت قهر کرده بودم با خدا. نه ای که دیگه باور نداشته باشم، نه ای که منکرش شده باشم، نعوذ بالله. نه، فقط دلم شکسته بود به قدری که حتی دیگه دعا کردنم برام سنگین شده بود. میرفتم جای نماز اوار میکردم اما خودم استاد نمیشدم. میفهمی چی شد؟ اون روز، همون روز لعنتی که خبرش رسید که گفتن دیگه نیست، باورم نمیشد. حتی حالیم نمیخوایم باور کنم. میفهمی وقتی یک کسی که تمام آرامش و امنیتت باشه و بعدا یک دفعه دیگه نباشه، آدم اول از خودش پرسان میکنه چی شد؟ چرا شد؟ چرا من؟ یا چرا ما؟ ولی وقت جواب نیایه برد، نگاهت میره طرف آسمان و اوجه دنبال جوابت میگردی. ولی آسمان ساکت است، آرام است، مثل همی چادری. که فقط یک سایه است و جوابی نداره. یگان وقت فکر میکردم خدا لج کرده امرایم. گفتم شاید دلش خواسته اذیتم کنه. گفتم شاید حوصله مرا نداره. گفتم حتما خدا هم از دست کسایی که زیاد گپ میزنن خسته میشه. اما با تمامی گپا هر شب قبل از خواب باز دلم آرام آرام همراهش گپ میزدم بدون از اینکه بگویم خدایا. فقط میگفتم دیدی چی کردی؟ خودت گرفتیش، خودت هم پس بیارش. ولی خدا جوابی نمیداد. تایی که یک شب خیلی خسته بودم، نه فقط از زندگی، از قهر کردن با خدا هم خسته بودم. شیشتم روی جای نمازم، همون قسمی که در قدیما گاه از ته دلم یادش میکردم و گفتم تو که خدا هستی، میفهمی من از دلتنگی قهر کردم، نه از بیدینی. و اون لحظه حس کردم که حتی وقتی من ازش بریدم او از من نبریده بود. میفهمی قهر با خدا مثل قهر با مادر است. تو دلت پر است ولی دلت میخواه همون کسی که ازش رنجیدی خودش بیایه و بغلت کنه. بله من با خدا قهر کرده بودم ولی او با من قهر نکرد.
و امروز بعد اوش همه شبهای پر از بغض، با تمام دردی که هنوزم دارم، بازم میگم خدایا اگه او روز ازت رنجیدم مرا ببخش. من فقط مثل یک اولادی بودم که از مادر خود رنجیده بود. حالا بر تو میگم اگه تو هم یک روز از خدا ناراحت شدی، دلخور شدی، بفهم که عیبی نداره. آدمی گاهی دلش میگیره. ما و تو هم آدم هستیم. حق داری ناراحت شوی، حق داری بغض کنی، حق داری حتی دعوا کنی، ولی یادت نره قهر کردن با خدا مثل دویدن در باران است. تر میشی ولی در عوضش بدنت خنکم میشه و آخرش هم دلت سبکتر میشه. خب ممنون که شنیدی حرفای من. زن حاجی امشب دلش کمی سبکتر شد، چون بالاخره گفت که یک مدت با خدای خود قهر کرده بود و شاید تو اعمال در دلت یک چیز سبک شده باشه و باز یاد کسی که نبودنش این قهر شروع کرد. حاجی جانم اگه این صدا برات میرسه بفهم که هنوز دوستت دارم. و از خدایی که تو پیشش هستی دیگه قهر نیستم. شبتان بخیر از طرف زنی که دیگه با خدایش قهر نیست.